شادمان. بله. اسکوتر نه. چرا؟ من چطور شده؟ من اسکوتر چشه؟ بابا 4-5 تا شما داریم انداختیم تو انبار، یکیش براش بزرگ شده، یکیش براش کوچیک شده، یکیش هم که دیگه. خب میدونی داستان چیه؟ نباید 100 تا چی بوسونی جای خودت پر بکنی. یه دستگاه ببر، اگر 3 تا بچه داشته باشی جواب میده، اگر هم یکی داری از 2 سالگی تا 50 سالگی میتونه سوارش بشه. واقعا؟ ها چجوری بقیه‌اش کو؟ بقیه‌اش ها فرمون و ایناشی میگی؟ آره. نگاه بکن اینجا فرمونش سوار میکنی، بچه میاد میشینه فرمونش هم میگیره، راحت میچرخه بازی میکنه. حالا دستک دنبکش اگه وصل بکنی خودت هم میتونی دست فرمونش بدی از بالا که همونطور که وایسادی یا وای چقدر جالبه. ها که یهو نره تو چمنا بچه‌ها. وای برای مامان بابا خیلی کاربردیه. خیلی قشنگه. حالا اگر سن بچه‌ها رو بالاتر چی کار میکنی؟ این دستگیره رو برمی‌داری، اینجا زامن آهو رو میزنی آزاد میکنی، میاریش بالا. توجه داری؟ میری میذاری اینجا، میشه یه اسکوتری. وای خیلی خوبه آقا شادمان. خیلی خاصیت داره. نگاه بکن اینجا اگر زامن رو آزاد بکنی میتونی بکنیش 3 چرخه تعادلی. نگاه بکن به این شکل میکنیش 3 چرخه تعادلی که اصلا خودش بتونه یاد بگیره تعادل خودش حفظ بکنه. چقدر جالب. تازه علاوه بر اینا پدال مخفی داره. نگاه پدالایی که اینجا گذاشته ها پدال مخفیه، میتونی اصلا بکنی 3 چرخه از اسکوتر خارجش بکنی. یعنی میتونه پا بزنه؟ ها دیگه میذاره همینجا. این که عالیه دیگه این همه هنری خودش داره، نمیخواد 100 تا چی بوسونی. خیله خوبه دیگه. اصلا نمیخواد شد؟ نگران این باشم که براش کوچیک بشه. نه خیلی کار یکیه. خودم هم سوارش شدم جواب داده. واقعا؟ به خدا. پس آقا شادمان یه دونه از همینا رو بدیم ببرم. ها این بده همین رو بزنم که الان آب بندیش کردم آماده رزمه. عالیه مرسی، همینا بهم بدین. بفرما. ممنون.